هر فردی که واقعا جانش رو از دست داده، چه رهگذر بوده چه حتی معترض بوده، این فرد جان عزیزی داشته که این جان عزیزش پاره تن خانواده‌ای بوده و این سختی زیادی که واقعا قابل توصیف نیستش بر خانواده وارد کرده. افرادی هم که جانشون رو از دست دادن، اینها اکثرا افراد زحمتکشی بودن، معمولا به کار شریف کارگری در جاهای مختلف مشغول بودن، هیچ کدوم دزد و قاچاقچی و سارق نبودن. اینا همش موضوع مهمی باید بهش توجه بکنیم. یعنی این آدم‌های بی‌آری نبودن، دنبال کاری بودن، یه شغلی بودن. اما شاید وقتی مسائلی پیش میاد، موضوع مخصوصا موضوعات اقتصادی که طرف احساس میکنه هر چقدر بدود نمیرسد، خب طبیعی است علم جامعه شناسی، علوم اجتماعی اینطوری پرواز میکنه. وقتی افراد میبینن میروند و نمیرسن، خب این میشه نمونهش. اوضاع کاری نداریم، اقتصادی و همه اینا واقعا موثره و بدتر از این حس تبعیضی که افراد احساس میکنن. من یکی از این حالا خانواده‌ها مادری که من از این ناراحتم که فرزند من مثلا از دست رفت، اما چرا مثلا هیچ آقازاده‌ای تو این کشور آسیب نمی‌خوره. این حس تبعیض خیلی حس بدیه. حس تبعیض از فقر به شدت مخرب‌تره، به شدت خطرناک‌تره. حتما باید با تمام توان تلاش کنیم اینو از بین بره و اون خیلی موضوع مهمیه. هیچ کی هم نگه از این خانواده دلجویی بشه. نه، دلجویی نمی‌شود. مگه کسی که عزیز از دست بده میشه دلش رو به دست آورد دوباره. ما کاری که بتوانیم انجام بدیم همدردی است. همدردی انجام بدیم که اون هم واقعا احساس کنه ما دردش رو فهمیدیم، باهاش همدرد هستیم. وقتی میایم یه گام عقب‌تر نگاه می‌کنی، چه می‌شود این خانواده شریف، این خانواده محترم، حالا جوانش به هر دلیلی در خیابون حاضر میشه. می‌خوید اصلا چی میشه که این اتفاقات رخ میده؟ من احساس می‌کنم یه بخش زیادی شاید حس ناامیدی از آینده است. این خیلی حس تلخ و بدیه.